سخنرانی فردای رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل حتما با سال گذشته متفاوت و با اعتماد به نفس بیشتری صورت میگیره. اما چرا؟ اول از همه به یمن میریم، کشوری با موقعیت ویژه در اطراف یکی از مهمترین آبراهای جهان، جایی که سالها تحت سلطه عربستان بود و سعودی‌ها اون رو حیات خلوت خود می‌دانستند. صنعا امروز در دستان انقلابیونی است که پرچم حوثی‌ها و انصارالله را در آن بالا بردند. تحولات یمن تازه‌ترین نشانه تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در اوضاع منطقه است. از صنعا به دمشق می‌رویم. سوریه پرچم پررنگ تأثیرگذاری تعیین کننده ایران در منطقه است. این را تحولات 3 سال اخیر این کشور میگوید. دیگر حرفی از سرنگونی بشار اسد نیست و برعکس موشک‌ها و جنگنده‌ها تکفیری‌ها را نشانه گرفتند. دست‌های قدرت ایران را شاید بیش از هر جای دیگر بتوان در جنگ 50 روزه غزه دید. ایران از نظر نظامی به مقاومت کمک کرد و دست کم در انتقال فناوری نظامی سهیم بود. ایران و همه کشورهایی که از برنامه مقاومت در سالهای گذشته حمایت کردند در این پیروزی شریک هستند. در امتداد دستان پرقدرت ایران از غزه به همسایه غربی ما می‌رویم، به عراق. تحولات سیاسی نظامی عراق جاپای محکم ایران در منطقه را روشن‌تر از قبل برجسته کرد. کسی تردید ندارد اگر مدیریت ایران نبود اوضاع سیاسی پیچیده عراق به سامان نمی‌رسید. جمهوری اسلامی ایران که یکم دولت بود. ایران اولین کشوری است که به ما سلاح و تجهیزات نظامی داد. قاسم سلیمانی است. او در حال حاضر نقش کلیدی در جلوگیری از سقوط بغداد به دست عناصر داعش ایفا می‌کند. اگه ایران نبود ما همه مرده بودیم. در افغانستان هم اوضاع رو به فتنه سیاسی 3 روز پیش به آرامش رسید. از ما نشنیده بگیرید، بدون نظر ایران این آرامش سیاسی دستیافتنی نبود. در این مختصر از لبنان و حزب الله نمیگوییم که پیوندهای عمیق آن با جمهوری اسلامی اصطلاحاً ازهر من الشمس است. فقط یک جمله از سید سرافراز مقاومت: نظامها و دولتها و شعبها و نخبها ببرکت وجود قائد حکیم شجاع رحیم مدیر و مدبر قائد تاریخی هو سماحة الإمام السيد الخامنهي دام ظله. Will hear an address by His Excellency Hassan Rouhani. حالا رئیس جمهور اسلامی ایران فردا به پشتوانه دست قدرتمند منطقه‌ای ایران و با اتکا به حمایت ملت پشت تریبون مجمع عمومی خواهد رفت. رئیس جمهور حتما قدر این قدرت بی سابقه ملی را می‌داند.